بچه ها امروز اومدیم واسه معرفی ماژول XHEL A150. این ماژول همینطور که گفتم مدلش XHEL A150. این ماژول بلوتوثی است که بلوتوثش ورژن 4. چند تا پلیر موسیقی داره، یکیش رمه، یکیش جای فلش یا USB. بلوتوث هم که گفتم داره. دارای چند تا دکمه هست که در آخر واسه تو توضیح میدم چه کار میکنن. اینا دکمه تنظیم صدا و آهنگ هست. فرمت موسیقی هم که پخش میکنه MP3 هست. با میکرو USB هم باتریشو شارژ میکنه. مشخصات باتری دقیق بخوام بهتون بگم، باتری لیتیومی 37 یون 18 650. تعداد کانالاش هم 2 تا هست. حداکثر توانش 10 وات، مقاومتش 4 اومه. 2 تا هم ورودی، نه ببخشید، 2 تا خروجی واسه بلندگوها داره. یکی اینم 2 تا خروجی واسه بلندگوها داره، یکیش چپ یا راست. خب داره خروجی صدای استوریو 2 کانال 5 وات، یعنی هر یکی اینا 5 واته. با هم توانی که گفتم حداکثر توانش 10 واته، یعنی بیشتر 10 وات به 2 تا وصل نکنید. این با 5 وات، اینم 5 وات. این با 5 وات باشه، اینم 5 وات. مثلا نه یعنی اینو 10 وات بدی اینم 10 وات بدی، بردتون میسوزه، خراب میشه. این کارو نکنیم. حداکثر 5 وات. بیشتر از 5 وات بینا ندید. خب این ماژول مناسب واسه ساخت اسپیکر هست که شارژی بودنش کمک میکنه هر جایی که خواستین استفاده کنید، یا میتونید در سیستم خونه استفاده کنید. یه چیز دیگه، حداکثر فاصله بلوتوث 20 متر هست و وزن خود برد 42 گرم است. حالا بریم واسه توضیح دکمه ها. اینو واسه تون نگفتم. این وقتی بزنید لامپ LED آبی روشن میشه، یعنی میتونید با بلوتوث بهش وصل بشید. حالا ما خاموش میکنیم. این وسطی هم وقتی سیم شارژتون رو به این میکرو USB وصل میکنین، این وسطی قرمز میشه، یعنی داره باتری شارژ میشه. این دکمه عوض کردن مود است. این آهنگ یه بار بزنید آهنگ قطع وصل. دکمه کلن قطع وصل آهنگ است. اینو سومی رو نگهداری، صدا بلند میشه. یه بار بزنین آهنگ عوض میشه. چهارمی هم نگهدارین، صدا کم میشه. یه بار بزنین آهنگ عوض میشه. این 2 تا مثل همه، اما مثلا این چپ رد میکنه، این راست. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. لایک، کامنت، فالو یادتون نره. خدا نگهدار.